ای شکلک یک کمکج در پاسخ احوالم، ای گیف پر از معنی در پیج تلگرامم، ای صحبت آزادی در لنز 3 میلیونی، ای نان کپک خورده در غفلت جانونی. ما را خوشی آهو بود در پیج پر از دختر، داستان و رئال و فیت بی غیرتی همسر. ما را خوشی با او بود، با او که مجازی بود، با او که به هر سکسی در فانتزی راضی بود. ای لذت کافینت اوج دهه 80، تا کجا سفر کردیم با سرعت دایالا؟ آری دهه 70، پاترول، دوو، گشت شب، کاست ویدئو ممنوع، شهرداری و من تو تب، میدون شهدا آتیش، دمپایی در رفته، یک لوتی بچه باز بابا سن ور رفته، خفاش شب و شهرام در تیتر حوادث بود، جست هنر آن روز بر حادثه واقع بود. بر واقع حادث بود، خفاش شب و شهرام در تیتر حوادث بود. یک مفسد فی الارض و یک مذهب بی مرز و یک دختر بی درز و یک صحبت اصلاحات، یک فایل پر از پوشه که تشویقیام توشه. یک نامه سربرگدار، یک دفتر ارجاعات. پاشو، نمازت دیر شد. صبح سحر اکنون از مدرسه برگشتی؟ حتما بگیر 2 تا نون. پاشو، نمازت دیر شد. امروز میری جهنم، خمست رو به کی میدی؟ به مکتب سازنده. صحبت آزادی، نه حرف 200 منقاز، نه لذت خوابیدن، نه ترس از این پرواز. او دست به سوی تو آماده مردن بود، آماده مردن بود روی پل آزادی. او دست به سوی تو بیلاخ نشونش دادی. او با دل شکسته، با حالتی سرخورده، انداخت خودشو پایین. 17 ساله که مرده، آماده مردن بود دم در دانشگاه. بازن برسیم برق، سوزن توی بارگاه. آماده مردن بود اما تو نمی کشتی، ای انگولکش کردی تو انباری پشتی. ای باغ پر از آلو، مربای آلبالو، افتاده به جان ما چیزی شبیه زالو. یک بار دیگه پاشو این فاصله رو رد کن. سوراخ شده انگشتت، فکری به حال سد کن. عکس 2 تا دختر بود،
رو کتاب ریاضی، بی شیله و بی پیله تو کوچه همه بازی. افسوس، همش افسوس، هر سال دریغ از پارسال، هر سال میشه هی بدتر، هر سال میشه گرونتر، هر سال میشه داغونتر، آتیش میشه خاکستر، ملت میشه خاک برسر. دینا 600 میلیون هر سال دریغ از پارسال.